به نام خدا. نام داستان: بهلول و سوداگر. روزی سوداگری بغدادی از بهلول سؤال نمود: آقای شیخ بهلول، من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه بخر. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. پس از چند ماهی فروخت و سود فراوانی برد. باز روزی به بهلول برخورد. این دفعه گفت: بهلول دیوانه، من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول این دفعه گفت: پیاز و هندوانه بخر. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز و هندوانه خرید و انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانهای او پوسید و از بین رفت و ضرر فراوانی نمود. فوری به سراغ بهلول رفت و به او گفت: در اول که از تو مشورت نموده گفتی آهن بخر و پنبه، نفعی برده، ولی دفعه دوم این چه پیشنهادی بود که کردی؟ تمام سرمایه من از بین رفت. بهلول در جواب آن مرد گفت: روز اول که مرا صدا زدی گفتی آقای شیخ بهلول، و چون مرا شخص عاقلی خطاب نمودی من هم از روی عقل به تو دستور دادم، ولی دفعه دوم مرا بهلول دیوانه صدا زدی، من هم از روی دیوانگی به تو دستور دادم. مرد از گفته دوم خجل شد و مطلب را درک نمود. دوستای گلم، امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت کافی را برده باشی. با لایک و کامنت ما را حمایت کنید.